متا شوتر جدیدترین بازی که میخوام داخل کانالم بهش بپردازم، بازی که باهاش میتونید کسب درآمد کنید. یک بازی شوتر که با شکار کردن میتونید ازش درآمد به دست بیارید. داخل این ویدیو میخوام بریم سراغ بخش رویدادهای روزانش و این مواردی که اینجا میبینید رو انجام بدیم که شامل 4 تا مپ و کار هست و همچنین بخش اوپن ورلد رو داریم که البته توی این ویدیو سراغ بخش اوپن ورلد نمیرم. میریم سراغ هر 4 تا بخش که شامل 2 بخش تراینینگ و استارت که تراینینگ بخش آموزشی حساب میشه و خود بخش استارت. در بخش تراینینگ هیچ محدودیتی نداریم، اما بخش استارت محدودیتی زمانی داریم. خب بریم سراغ اولین مورد. محیط و گرافیک بازی خیلی خوبه. تا به الان هیچ بازی رو ندیدم که به این شکل کسب درآمد کنیم و ازش همچین گرافیکی داشته باشه. خب اسلحه های زیادی رو اینجا در بخش تراینینگ میبینیم، ولی خب در حال حاضر فقط این اسلحه رو من میتونم یوز کنم. به محض اولین شلیک تایمر بالا شروع به کار میکنه. دونه دونه رو میزنم. امیدوارم بتونم خوب کار کنم چون همزمان ویدیو ضبط میکنم هم در حالت عادی اون مقدار طول نمیکشه من به یه چیزی بزنم، ولی اینجا چون دارم همزمان ویدیو ضبط میکنم یه خورده سخته. 45 امتیاز تا به الان، 50 امتیاز. به ازای هر 10 امتیاز یه دونه عرض بازی رو تا جایی که بدونم بهمون میده که در ویدیو بعدی در مورد وبسایت عرض و کلیاتش صحبت میکنم. در این ویدیو میریم سراغ گیم پلی. خب 64 تا امتیاز به دست آوردم از این یکی. خب بریم سراغ دومین چالش بازی. دومین چالش بازی رو باید، البته الان که میبینید هیچی رو نشون نمیده به خاطر مشکل اینترنت و حل میشه خودش. دومین چالش بازی، شما باید از گوسفندا مراقبت کنید. گوسفندایی که حالا بهتون نشون میدم، گرگ بهشون حمله میکنه و باید ازشون مراقبت کنیم. خب بدترین اسلحه ممکن رو به هم داد. بعید میدونم حتی یه دونه گرگ رو هم از بین ببره. شدید لگد میزنه این اسلحه و بعید میدونم حتی یه دونه تیرم بتونم به گرگا بزنم. حالا تست میکنم ولی نمیخوره بهش قطعا. همونطور که میبینید حتی یه دونه تیر هم بهش نمیخوره. این مچ رو قطعا میبازم، حتی یه دونه امتیازم نمیگیرم چون اصلا هم به درد نخورترینه. توی ویدیو شورت این بخش رو یک بار میرم که ببینید تفاوت اسلحه تا چه مقداره. بریم سراغ سومین میشنی که هست. اینجا شما باید مرغا رو بزنید، مرغایی که داخل بازی هستن. خب این اسلحه نسبتا خوبه و میتونم ازش استفاده کنم برای زدن مرغا. 8 امتیاز. امیدوارم که بتونم 100 امتیاز رو پر کنم. یه خورده سخت زدنشونم با این اسلحه میشه، اما خیلی سخته و نیاز به تمرکز زیادی رو داره و الان که من دارم ویدیو رو ضبط میکنم این تمرکز خیلی پایین بود. یه مقدارم لگ میخوره بازی به خاطر رکورد ویدیو هست. کلا خود بازی زیاد سنگین نیست. ریلود اسلحه رو میبینیم. اصلا خیلی تایم بعدیه نمیخوره بهش. راستی بازی همراه با نسخه ویندوزی که الان داریم میبینیم یه نسخه اندرویدی هم داده بیرون که حدوداً یه هفته یه نسخه اندرویدیش به عرضه شده. اون هم به صورت، حالا بهتون نشون میدم، اولی رو نخورد دوباره اولی رو انجام میدم.
نمیدونم چرا اما اولی رو ثبت نکرد. و 70 امتیاز، 74 امتیاز. خیلی هم خوب. اینم از دومین مچ رو که دوبار انجام دادم. میریم سراغ سومی. آخرین مورد در تایم 40 ثانیه 15 تا جعبه باید بزنیم. اولین شلیک رو که بزنم بازی شروع میشه، یا بهتر بگم تایمر. تا الان خوب پیش رفتم، خیلی خوب. امیدوارم که بتونم همه رو بدم. 9 10 سریعتر پرش کن. 11 یکی رو دیدم. اینها 12 13 دیدم 14 یکی پشت نورش رو دارم میبینم. اینم 15. 1 ثانیه مونده بود. خیلی هم عالی. 50 پوینت هم اینجا گرفتم. مجموع میشه 148 تا. پوینت هم رو کامل نشون میده، 148 پوینت. و اینم از لیدربورد کسانی که بیشترین امتیازات رو دارن. همونطور که میبینید من نفر 22ام. پروفایل اسلحه‌ای که انتخاب میکنی و اینا هم NFT های منن. بخش ستینگ گرافیک و غیره رو انجام میدیم و میمونه بخش فقط اوپن ورلد که توی این ویدیو انجامش نمیدم. بذارید حالا بهتون یه نما از اوپن ورلد رو هم نشون بدم. بازی نمی کنم، فقط میخوام یه نما ازش بدم. یه جهان باز و خیلی هم بزرگ که در دسترستون قرار میده. هر چیزی که لازم دارید رو. من تو یوتیوب دیدم که یه جهان سبزه، الان برای من برفیه. حالا شاید فصلی باشه بازی کردن در اینجا. در کل اینم کل محیط اصلی بازی که در این ویدیو در موردش صحبت نمی کنم. اینم مپ بازیه. مپ بسیار بزرگی رو داره که میتونید ببینید. توتوریال و اگزیت رو داریم. توتوریال برای آموزش، یه چند تا عکس رو براتون نشون میده و توضیحات ساده میده. و همین. چیزی نمود که بهتون بگم. کانال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک ویدیو فراموش نکنید، زنگوله هم بزنید که اگه ویدیو جدیدی رو داشتم مطلع بشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.